باید ازت بترسن هم باید ازت فرار کنن. یه انگشتتو بیار پایین اگه از خوردن یخ لذت میبری. یه انگشتتو بیار پایین اگه بچه‌ها میخورن زمین میخندی. انگشتتو بیار پایین اگه از له کردن حشره‌ای که اومده داخل اتاقت عذاب وجدان نگرفتی. انگشتتو بیار پایین اگه از صدای غذا خوردن دیگران عصبی میشی. حالا یه انگشتتو بیار پایین اگه ویدیو رو لایک کردی و چنل رو همین الان سابسکرایب کردی. انگشتتو بیار پایین اگه همیشه با جوراب میخوابی. یه انگشتتو بیار پایین اگه به نفر اول لیست شعرت دروغ گفتی تا حالا. انگشتتو بیار پایین اگه بعضی اوقات حس میکنی شخصیت‌های مختلفی داری. انگشتتو بیار پایین اگه بعضی وقتا الکی و بدون دلیل میخندی. راستشو بگو چند تا انگشتت اومد پایین؟ انگشتتو بیار پایین من که 8 آوردم پایین. بسم الله الرحمن الرحیم.